سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. با یک کیک راحت و خوش عطر دیگه اومدم پیشتون. کیک شکلاتی که داخلش موز داره و باعث میشه عطر خیلی خوبی بگیره. خب یک عدد موز رسیده رو با پشت چنگال کاملا له میکنیم به این شکل. بعد بهش 3 تا تخم مرغ اضافه میکنیم. و 2/3 لیوان شکر اونم بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم. یک پاکت وانیل هم بهش اضافه میکنیم و کاملا هم میزنیم تا سفید و کشدار بشه و حجم مواد 2 برابر بشه. روغن و شیر رو به ترتیب اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم. حالا آرد و بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو که الک کرده بودیم توی 2 تا 3 مرحله به موادمون اضافه میکنیم. به آرومی هم میزنیم تا گلوله های آرد و پودر کاکائو کاملا حل بشه. گردوی خرد شده رو با 1 قاشق آرد مخلوط کنید. این کار باعث میشه که گردوها ته قالب نره و توی سطح کیک کاملا پخش بشه. بعد به مواد اضافه میکنیم و کاملا هم میزنیم. بعد مواد رو تو قالب مورد نظرمون میریزیم. دمای فرتون 180 درجه و زمان پخت کیک 40 تا 45 دقیقه هستش که بعد از 35 دقیقه حتما کیک رو چک کنید، چون دمای فرها با هم متفاوته و از پخته شدن کیکتون مطمئن بشید. روی موادتون رو با گردو و خلال بادام تزیین کنید و بذارید توی فر. ممنونم که با لایک و سابسکرایب از من حمایت میکنید.